خب تریدر رو باز کنیم. جلسه پیش در مورد بحث مدیریت سرمایه و در واقع مارتینگل گفتیم. بعد در واقع این جدول اومدیم با هم انواع اقسام حالت رو دیدیم که اگر حجم رو در واقع چجور مدیریت کنیم میتونیم زودتر به بازدهی برسیم. حالا امروز در واقع میریم سراغ یکی بحث گرید رو بگیم چیه و مارتینگل ریورس و اینکه خود مارتینگل رو چجوری اگه بیایم تیکه تیکه بیاریمش بالا در واقع چی اسمش میتونیم سرمایه رو مدیریت کنیم. حالا مارتینگلی ریویو کنیم. مارتینگل به این شکل بودش که میومد تو هر در واقع کاهش قیمتی که اتفاق میافتاد در واقع حجم اضافه میکرد تا با یه ذره بالا اومدن قیمت در واقع چی بشه برسیم به سود و توی یه نقطه همه رو ببندیم و در واقع اینجوری باعث میشد که همیشه بریم تو سود. نقطه ضعف مارتینگل چی بود؟ این بود که این جهت همینجوری ادامه پیدا کنه و ما سرمایه‌مون تمام بشه و اینجا باعث میشد لیکوید بشه. اگه همینجوری ادامه پیدا میکرد و جای نقطه ریکاوری نبود مثلا این نقطه بالا بزنه باعث میشد که در واقع اکانت لیکوید بشه. حالا چند تا سناریو دیگه هم در کنار مارتینگل اومدن ایجاد شدن. مثلا گرید رو بریم با هم چک کنیم. گرید در واقع دیگه مثل مارتینگل نیستش که همه حجم و همه معاملات با هم مرتبط باشن و همشون توی نقطه بسته بشن. در واقع گرید اینجوریه که یه خط رفرنس داره، حالا یا دو جهته کار میکنه یا یه جهته، یا مثلا یا فقط بای یا فقط سل یا جفتش، یعنی سه تا حالت داره. شما معیارتون رو مثلا میذارید روی قیمت مثلا این خط رفرنس که در واقع گذاشته. اینجا که شروع به کار میکنید میاد چیکار میکنه؟ هر چی از اینجا قیمت بره پایینتر میاد پوزیشن های بای باز میکنه، یعنی بای 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 تا حالا هر کدوم از اینا استاپ لاس مستقل خودشون هم دارن، هیچ کدوم به هم مرتبط نیستن و تی پی آی خودشون دارن. و وقتی در واقع بازار شروع میکنه به جهت بالا رفتن در واقع این بایا بسته میشن و دوباره از این خط رفرنس که میره بالاتر شروع میکنن پوزیشن سل گرفتن. حالا گرید کجا خوبه؟ گرید توی بازار رنج خوبه. گفتیم آقا با یه بازار شارپ داریم یه بازار رنج داریم. جایی که تقریبا میدونیم قرار رنج باشه یا با یه اصلاحی بره بالا گرید خوبه و قاعدتا عیب مارتینگل هم نداره که بخواد لیکوید کنه، چون هر کدوم از اینا معمولا یه حجم ثابتی برای خودشون داره. حالا شما مثلا توی در واقع بروکرایی مثلا بینگ ایکس اما کریپتویی اینا این نئوکوین خودشون گرید تریدینگ دارن و اصلا حتی میتونید روشون یعنی گرید تعریف بکنید و بهشون بگید مثلا با چه پله هایی مثلا با فاصله $1 $1 نیم دلار نیم دلار حجم رو وارد کنن و در واقع کار مختلف میتونید بکنید. لاگین میخواد بده و این سبک گریده. حالا بازم چند تا نمونه دیگه نشون بدم. الان میریم با هم توی در واقع ربات اینو با هم میبینیم. همچین ساختاری از این خط که میره بالاتر شروع کنه اوردر سل، از این خط که میاد پایین تا شروع کنه اوردر بای، یعنی شما پیش بینی میکنید که حول این خط قراره یه نوسانی بکنه. حالا باز این هم میتونید سلکت بکنید. الان بریم توی خود ربات ببینیم. میایم قسمت حالا سینگل اینا رو حالا یه تنظیمات دیفالتی براش میذاریم. بعد حالا مثلا $2500 ویژوالایز یعنی بیارمش این ور
و من یه دیفالت بزنم که همه چیش برگرده. میایم اینجا فقط میخوایم یه جهتش کار بکنه. بعد سایدش رو مثلا حالا خب الان آیتما رو اینجا داریم. در واقع میایم اینجا استارت نیوراندی که میذاریم در واقع میگیم شروع کنیم فقط یه جهت حرکت کنه، مثلا یه جهت بای هم بهش میدیم. بعد ریپیت چیزی که اینجا عوض شه مارتینگله. اینجا باید بریم چیکار کنه، بیاد گیرید رو انجام بده. بعد حجممون هم حالا معمولا توی گیرید بعد ثابت بذاریم. این توصیه اینه که حالا باز بستگی به سناریو و استراتژی خودتون داره. بعد با چه استپایی مثلا ما میگیم $1 این کار رو بکن. بعد اینا رو تو جلسه قبل گفتیم دیگه. وقتی میگیم اپتیمایزیشنش رو مثلا 1 میذاریم در واقع پلا رو با فاصله 0 1 2 3 4 5 دیگه از این نمیخونه. اگه این -1 باشه در واقع میاد از این پایین میخونه. حالا اینجا هم در واقع باید تی پی و استاپ لاس هم همین داره. حالا مثلا میگم تی پی های هر کدوم 2 بگی، استاپ لاسشون مثلا 10 بگیر. گیرید معمولا اینجوریه. یکی از عیبای گیرید اینه که آر به آر چیز خوبی نیست. یعنی تی پی ها کوچیکه، استاپ لاس بزرگه و تمرکزش اینه که میگه اوکی درسته آر به آر هم الی خوب نیست ولی وین ریت هم در واقع میره، یعنی تعداد پوزیشن هایی که قرار با سود بسته بشه بیشتر میشه. در واقع تو بحث مدیریت سرمایه 2 تا پارامتر داریم، یکی مدیریت سرمایه، یکی هم بحث آر به آر یا همون ریسک به ریوارد. اینجا ریسک به ریواردمون یعنی تی پی 2 به استاپ لاس 10 چیز خوبی نیست، ولی چون با فاصله مثلا $1 و اینکه احتمال میدیم جهت رو به بالاه در واقع باعث میشه که تعداد بردامون بره بالاتر. بعد حتی مثلا این هم مثلا $1 بذاریم سریعتر جمع بشه دیگه. این از این چیز خاصی دیگه نمیخواد بزنه. خب استارت رو میزنیم. اینجوری میبینی در مجموع چیز خوبی میتونه نباشه. مثلا وقتی بازار جهت داره چیز خوبی نیست، ولی وقتی که یه نوسان جزئی داره میبینید که به نسبت میره تو سود. ولی به محض اینکه خلاف جهت میاد خیلی چیز خوبی رو نشون نمیده از خودش. اگر نگاه کنید از اون خط اولش شروع کنه میاد پایینتر، هی پوزیشن بیشتر باز میکنه. و اینجا این نگاه کنید با فاصله هم $1 در واقع 20 بذاریم اینجا کنه 23 29 23 28 23 27 همینجور قیمت اومده پایین تر در واقع اوردر بعدی رو باز کرد. حجم ها این نگاه کنید 100 باز کردن و اینا در واقع شکل کار گیریده. اگر نگاه کنید اولی اینجا باز کرد تیپیش اینجاست، دومی اینجا باز کرد تیپیش اینجاست، سومی باز کرد تیپیش در واقع همراه با تیپ $1 باشه. اینجا استپای $10 براش گذاشته. حالا میگم در کل مثلا باید گیرید و در واقع بدونی کجاها میخوای رانش کنی و بهش جهتی بدی که بدونی به نسبت وینا بیشتر میشه، ولی در کل چیز خوبی نیست. و این از بحث گیرید.